مردم فراموش میکنن که چه گفتی، اما هرگز فراموش نمیکنن که چه حسی در اونها برانگیختی و این احساس از احترام میاد. احترام چیزی نیست که به زور از کسی بگیری. احترام چیزیه که با رفتارت، با نظم و احترام گذاشتن به خودت به دست میاری. بیشتر مردم هر چقدر تلاش کنی خودتو به آب و آتیش بزنی، به تو احترام نمیذارن، چون احترام مثل سایه است. هرچه بیشتر دنبالش بدوی، بیشتر از تو فاصله میگیره. اما وقتی صاف بایستی و خودت باشی، خودش دنبالت میاد. این یعنی درست لحظه‌ای که بیخیال جلب رضایت بقیه بشی و اول به خودت احترام بذاری، همه چیز تغییر میکنه. حقیقت اینه که احترام رو از بیرون بهت نمیدن. احترام از درون خودت شروع میشه. در حالی که اغلب مردم فکر میکنن اگه مهربون باشن و همیشه در دسترس، بیشتر بهشون احترام میذارن. اما واقعیت اینه که فقط خودشون رو تو چشم بقیه کوچیک میکنن و این رو نمیدونن که تا وقتی عادتهای منفی مثل بهونه آوردن همیشگی یا نیاز به تایید دیگران رو کنار نذارن، هیچ چیز تغییر نمیکنه. گاهی در دور باطل گیر میکنیم و مدام با خودمون میگیم چرا کسی منو جدی نمیگیره؟ چرا منم که همیشه عقب میمونم؟ اما تازه از وقتی که شروع میکنیم به رفتارهای منفی رو حذف کردن، همه چیز تغییر میکنه. شاید شما هم این تجربه رو داشتی، برای دیگران فداکاری کردی و همه جوری بهشون رسیدی، اما آخر سر از بالا بهت نگاه کردن. همون جور که سنکا فیلسوف رواقی میگه ما برای چشمهای دیگران زندگی میکنیم و از خودمون غافل میشیم. انگار فراموش کردی که احترام فقط به کارهایی که میکنی نیست، به اینه که خودت کی هستی و چه چیزهایی رو هر روز تکرار میکنی. ولی خبر مهم اینه که تو میتونی با شناسایی و حذف این 6 عادت نه تنها احترام دیگران، بلکه احترام به خودت رو به زندگی برگردونی. شماره 1، عادت بهانه آوردن. بذار بدون رو درباستی بهت بگم، بهانه آوردن راحت ترین راه برای اینی که احترامت رو از دست بدی. همه ما هم گاهی این کارو کردیم. شاید از نظر خودت بهانت خیلی منطقی باشه و اصلا خودت رو مقصر چیزی که پیش اومده ندونی. اینکه ترافیک بود یا همکارت کارش رو خوب انجام نداد. هیچکس به این بهانه ها اهمیت نمیده. مردم نتیجه رو میبینن و به اون احترام میذارن، نه به توضیح و دلایلی که تو میاری. حقیقت تلخ اینه که بهانه ها مثل ماسکی هستن که پشت اون ضعف هامون رو پنهان میکنیم. بهانه ها آدم رو مسئول نشون نمیدن، فقط ضعیفت میکنن و به بقیه میفهمونن که کنترل زندگی دست تو نیست. و این میشه که بقیه ناخودآگاه تو رو فرد غیر قابل اعتمادی میدونن، چون فکر میکنن در مواقع بحرانی بهانه میاری تا وظایفت رو انجام ندی و هیچ چیز زودتر از این احترامت رو از بین نمیبره. و فرقی نمیکنه بهانه ها برای دیر رسیدنت از خواب موندن باشه یا ترافیک. فرقش اینه که تو اونجا نبودی و مسئولش خودتی. شماره 2، عادت تنبلی. اگه تنبلی کنی هیچ کس بهت احترام نمیذاره و البته که حقم داره. میدونم شاید خیلی تند گفتم، اما حقیقته. شاید خیلی با استعداد باشی، کلی رؤیا و آرزو داشته باشی، اما اگه فقط بشینی و هیچ کاری نکنی اصلا ارزشی نداره. مردم به پتانسیلت احترام نمیذارن، به تلاش و فعالیتت احترام میذارن. تنبلی فقط به معنای لم دادن روی مبل نیست. تنبلی به معنای بی استعدادی هم نیست. تنبلی یعنی هدر دادن استعدادی که روش حساب کردی. گاهی فکر میکنیم چون هوشمون خوبه و استعداد خوبی داریم میتونیم بدون تلاش هم به نتایج خوبی برسیم، ولی فقط تلاشه که برات احترام میاره، نه استعدادت. فکر کن توی پروژه گروهی همه به جز تو زحمت میکشن و تو با خودت میگی حالا منم یکم همکاری میکنم، بقیه‌اش هم بقیه جمع میکنن و دیگه تموم میشه. غافل از این که زمان ارائه که برسه تلاش همه مشخصه الا تو. نگاه زیرزیرکی و پر از سرزنش بقیه کاملا بهت نشون میده که احترامت رو پیش اونا از دست دادی و فقط اونا رو ناامید نکردی، خودت هم حسابی ناامید شدی، چون خودت میدونی که وظیفت رو درست انجام ندادی. چیزی که در مورد تنبلی خیلی راحت به چشم میاد و تو فکر میکنی کسی نمیفهمه اینه که از زیر کار در بری، ولی خیلی زود همه متوجه میشن. از همه بدتر هم اینه که تنبلی واگیر داره. وقتی تو تنبلی کنی بقیه هم کم کم ناامید میشن، دیگه از تو انتظار ندارن کاری بکنی و این یعنی پایان احترام. در واقع تنبلی یه جور خودتخریبیه. هر دفعه که تنبلی میکنی داری کوچیک موندن رو انتخاب میکنی، داری به خودت میگی راحتی از رشد کردن مهمتره. اما یادت باشه که مردم به رشد احترام میذارن، نه به آدمهای راحت طلب. موفقیت یعنی پشتکار، تلاش و تعهد.
آدمایی که احترام دارن کسایی هستن که سختی‌ها رو تحمل میکنن، حتی اگه حسش رو ندارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. چیز دیگه‌ای که باید بدونی اینه که نمیتونی تنبلی رو مخفی کنی. از راه رفتنت، از حرف زدنت و حتی از برخوردت با چالش‌ها تابلو میشه. مردم سریع متوجه میشن که داری رفع تکلیف میکنی و به تو اعتماد نمیکنن. اگه تنبلی کنی منتظر نباش کسی کار مهمی به تو بسپاره یا تو رو به عنوان رهبر قبول داشته باشن. اگه تا اینجا مطالب واسهتون مفید بوده لطفاً ویدیو رو لایک کنید. شماره 3، بی‌توجهی به ظاهر. یه چیزی رو معمولاً کسی واضح بهت نمیگه. ظاهرت خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنی در موردت حرف میزنه. اگه به ظاهرت نمیرسی و به اون اهمیت نمیدی، توقع نداشته باش بقیه برات احترام قائل باشن. این ظاهرتی که نشون میده چقدر برای خودت ارزش قائلی. فقط این رو با مدگرایی اشتباه نگیر و این رو به خاطر داشته باش که ظاهرت اولین پیام غیر کلامی تو به دیگرانه. مردم تو همون چند ثانیه اول ملاقات بر اساس ظاهر در موردت قضاوت میکنن. وقتی به خودت میرسی بقیه فوراً متوجه میشن. قضیه این نیست که لباس گرون بپوشی یا شبیه مدل ها باشی. فقط کافیه به خودت احترام بذاری و یه تلاشی برای ظاهرت بکنی. همین تلاش کوچیک به بقیه میفهمونه تو برای خودت و اونها ارزش قائلی. خودت یه لحظه فکر کن. اگه یه نفر با سر و وضع نامرتب ببینی، اولین فکرت چیه؟ ناخودآگاه به خودت میگی حتما براش مهم نیست. اما وقتی یه نفر مرتب و خوش‌پوش و با اعتماد به نفس باشه، خود به خود بقیه بیشتر بهش گوش میدن و بهش احترام میذارن. شاید به نظر بی‌عدالتی بیاد، ولی این واقعیت دنیای ماست. توجه به ظاهرت فقط برای قشنگی نیست، احترام به خودته. واقعیت اینه که مردم همیشه از روی اولین برداشتاشون قضاوت میکنن و اولین برداشت یعنی ظاهرت. اگه احترام میخوای، باید شبیه آدمی باشی که احترام رو میطلبه. شماره 4، رد شدن از مرزها. اگه فقط یه چیز باشه که سریعتر از هر چیز دیگه احترام بقیه رو از تو بگیره، اون رد شدن از مرزهاشونه. مرزها یه چیز دل بخواهی نیستن، بلکه لازمن. وقتی تو مرز بقیه رو نادیده بگیری، در واقع داری بهشون میگی احساساتشون، راحتیشون و فضای شخصیشون اصلا برات مهم نیست. اینطوری مطمئن باش هیچ وقت بهت احترام نمیذارن. مرزها دیوار نیستن، یه جور محدوده سالمن که هر کسی مشخص میکنه تا از فضای ذهنی، احساسی و جسمیش مراقبت کنه. وقتی مرز یک نفر رو نادیده میگیری و رد میکنی، این پیام رو منتقل کردی که راحتی تو برام مهم نیست. من به نیاز خودم بیشتر اهمیت میدم. حالا خودت صادقانه بگو کی دوست داره به آدمی که این مدلی احترام بذاره؟ احترام فقط مؤدب بودن نیست. احترام یعنی بفهمی هر کسی حق داره نه بگه و برای خودش حد و حدود مشخص کنه و تو نباید ناراحت بشی. وقتی به مرز دیگران احترام میذاری، یعنی قبول داری که اون آدم حق داره فضای خودش رو داشته باشه و اینه که احترام میاره. گاهی بهتره عقب بکشی و بذاری بقیه هر وقت خواستن بیان سمتت، بدونی که خودت رو تو هر موقعیتی به زور جا بدی. و جالب اینه که وقتی شروع به رعایت کردن مرزها میکنی، بقیه هم بیشتر بهت احترام میذارن. رابطه‌ها عمیق‌تر و واقعی‌تر میشن. یادت باشه هر موقع از یک مرز رد میشی، داری اعتماد اون آدم رو ذره ذره نابود میکنی. بدون اعتماد هم احترام معنی نداره و این میشه که مردم یواش یواش ازت فاصله میگیرن و کنارت نمیمونن، چون پیشت احساس امنیت نمیکنن. پس اگه احترام میخوای، باید مرزها رو جدی بگیری. شماره 5، دزدیدن نتیجه زحمت دیگران. وقتی کار بقیه رو به اسم خودت جا میزنی، یه میونبر نه تنها برای بی احترامی کردن، بلکه برای بی اعتبار کردن خودت ساختی و این سریع‌ترین راهیه که احترام همه رو از دست بدی. نه فقط احترام اون آدمی کارش رو برداشتی، بلکه احترام همه کسانی که شاهد ماجرا بودن. و با این کارت ثابت میکنی که من اونقدر ضعیفم که نمیتونم خودم موفق بشم. این عادت خودخواهانه و نادرست مثل ساختن ساختمون روی شنهای روانه. شاید امروز نتیجه بگیری، اما فردا همه چیز فرو میریزه. باید این رو بدونی که احترام واقعی رو نمیتونی با میونبر به دست بیاری. اون فقط از راه صداقت، انصاف و همکاری به دست میاد. شماره 6، احساساتی رفتار کردن. اگه دنبال این هستی که آدم قابل احترامی باشی، یکی از بدترین عادت‌ها اینه که سریع به هم بریزی و کنترل احساساتت رو از دست بدی. مطمئناً متوجه شدی که منظورم فقط داد و بیداد نیست. یعنی کلاً اجازه بدی احساساتت، رفتارت رو کنترل کنن. احساساتی بودن با احساساتی عمل کردن فرق داره. وقتی دیگران ببینن کنترل روی احساساتت نداری، هیچ وقت مسئولیت مهم یا رهبری بهت نمیدن و حتی دوستی هم باهات سخت میشه.
چون وقتی در برابر هر محرک کوچیکی به راحتی از کوره در میری یا سریع اشک میریزی، بقیه تو رو مثل بمب ساعتی میبینن که هر لحظه ممکنه منفجر بشه. از نگاه رواقیون، احساسات کنترل نشده بنده کردن عقل توسط تندباد شرایطه. و این نکته رو فراموش نکن که افراد احساساتی در محیط کار و زندگی به عنوان افرادی غیر حرفه‌ای و غیر قابل پیش‌بینی شناخته میشن. فلسفه رواقی به ما یادآوری میکنه ما نمیتونیم باد رو کنترل کنیم، اما میتونیم بادبانها رو تنظیم کنیم. این 6 عادت بادهای مخالف زندگیت هستن و حالا که تشخیصشون دادی میتونی اونها رو از زندگیت حذف کنی تا کشتی زندگیت با باد احترام و اعتماد پیش بره. حالا بهم بگو به نظر تو کدوم یکی از این عادت‌ها از همه مخرب تره و اگه میخوای تغییر و تحولی فوق‌العاده در روند زندگی و شخصیتت ایجاد کنی، کانال سابسکرایب کن و در این مسیر با من همراه باش. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودی. موفق باشی.